سلام سلام، من ایمانم. منم راضیه. خوش اومدیم به برنامه زاویه. توی این قسمت میخوایم در مورد مهاجرت کمی بیشتر صحبت بکنیم. چرا؟ چون که تو صفحه اینستاگرام من یه سری سوالای پرتکرار پرسیده میشد که من فکر کردم بهتره که بشینیم فیلم بگیریم و راجع به همین اون سوالا صحبت بکنیم. حالا قراره توی این قسمت و چند قسمت آینده در مورد مهاجرت از زوایای مختلف با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. اول اینکه چجوری اصلا میشه مهاجرت کرد به کانادا و کدوم راه برای ایرانیا آسان‌تره. اگه بخوایم تحصیلی بیایم بهتره ارشد بیایم یا دکترا بیایم و در طی سالهای اخیر روند مهاجرت دانشجویی به کانادا چه تغییری کرده و آیا بعد از 5 6 سال زندگی کردن اینجا ما از مهاجرت به کانادا راضی هستیم یا نه. خب بریم سراغ سوالا ببینیم چی داریم. سوال اول اینه که از چه طریق‌هایی میشه به کانادا مهاجرت کرد و برای ایرانی‌ها کدوم یک از این روش‌ها آسان‌تره؟ خب تا جایی که من میدونم به نظرم کلی ترین راههایی که شما میتونید وارد کانادا بشین، یک از روش تحصیلی هست، دو از روش کاری و سه اقامت دائم. یعنی شما قبل از اینکه وارد بشین اقامتتون رو بگیرین و به عنوان یک شاهزاده وارد کانادا بشین. خب از طریق کاری واقعا احتمالش کمه که شما مستقیما بتونید از ایران ویزای کاری بگیرین، یعنی جاب آفر بگیرین و بیاین کانادا. حالا یه سری از آدما این کار رو انجام میدن، یعنی از این طریق وارد میشن، ولی خب خیلی خیلی احتمالش کمه. و یه سری‌ها هستن که قبلا اون موقع که قانون پالیسی ایرانیا بود توریستی وارد کانادا میشدن و بعد تبدیل به ویزای کاری میکردن که فکر کنم الان اون قانون برداشته شد دیگه. فکر کنم. آره. و واقعا نمیشه دیگه خیلی راحت مستقیما با ویزای کاری بیاین کانادا. ولی خب یه سری‌ها وقتی که مزدوج هستن یعنی به همراه دانشجو وارد کانادا میشن، اونا میتونن ویزای اوپن ورک پرمیت بگیرن که خب با تضمینی هستش دادن این ویزا به همراه دانشجو. خب من که از طریق دانشجویی وارد شدم، برای همین حالا بیشتر میتونم قسمت دانشجویی رو براتون توضیح بدم که چه اتفاقی افتاده. و طبیعتا همراه میتونه با ویزای کاری بیاد. یکی از محاسن کانادا نسبت به آمریکا توی همینه. چرا؟ چون که شما توی آمریکا تقریبا فقط هر نفری که با ویزای تحصیلی میره میتونه در واقع اونجا تحصیل بکنه و همراهش صرفا میتونه فقط اونو همراهی همراه بکنه. دیگه نمیتونه نه کار بکنه نه تحصیل. اگر هر کدوم از این کارا رو بخواد بکنه باید دوباره مجددا برای ویزای جدید اقدام بکنه که پروسه نسبتا طولانی داره که سخته. حالا اون به کنار. ولی توی دانشجویی خب خیلی داستان متفاوت تره برای کانادا. مخصوصا کانادا کلا کشور دانشجوییه. یعنی حالا من چند روز پیشم صحبت میکردم با یه چند تا از بچه ها کلا و با دانشگاه داشتم صحبت میکردم. پروگرام ها جوری دیزاین شدن و کلا دانشگاه اقتصادش یه جورایی مبنی بر دانشجوهاست. یکی از کارهایی که میکنن همین جذب دانشجوه برای اینکه کشور رو پا بمونه. برای همین از این نظر میتونه یه فرصت خیلی خوب باشه. ولی خب شما میتونید برای اقدام کردن هم برای پی اچ دی بیاین، هم برای مستر بیاین، حتی میتونید برای لیسانس و حتی مقاطع پایینتر مثل کالج یا حتی دبیرستان و اینها واقعا. هم اقدام بکنید. خب البته من همیشه دوست داشتم که این فرصت رو کاش داشتم که زودتر می اومدم کانادا. فکر کنم این مشکل همه مهاجرات میگن کاش ما زودتر وارد مثلا کانادا یا هر کشور دیگه میشدیم، یعنی مهاجرت میکردیم. چون که شما هرچی با سن کمتر وارد جامعه جدید بشین راحتتر تو اون جامعه حل میشین، فرهنگش رو راحتتر میپذیرین، ولی هر سنتون بالاتر باشه انگار یک مقاومت درونی دارین. ولی خب سن کم هرچی مهاجرت بکنید یه سری ریسک هم داره دیگه. باید یه ساپورت مالی مثل خانواده خوبی داشته باشین، یعنی پولداری داشته باشین که هر اتفاقی حالا امکان داره تصمیم گیری درستی انجام نشه، مثل خانواده بتونه ساپورت مالی انجام بده. این ریسکا رو داره. ولی خب واقعا میگم خیلی خیلی خوبه. کاش من میتونستم زودتر مهاجرت کنم. آره طبیعتا هر چه زودتر شما بتونید مهاجرت بکنید تو سنین پایینتر، راحتتر هم میتونید توی جامعه حل بشین، یه جورایی توی اون کالچره حل بشین و راحتتر اون آیندهتون رو بسازین. ولی خب از اون طرف هم شوک‌های فرهنگی که آره. اولش میگیرین یا آسیب هایی که ممکنه در سر مهاجرت مثلا بگیرین یه مقداری بیشتر هستش. یه سری منفعت داره یه سری دقیقاً. معایب هم داره دیگه. یعنی بچه ها ممکنه واقعا یه سری آسیب های روانی ببینن اگه از دبیرستان تنها مهاجرت کنن اینجا، که واقعا هیچ وقت جبران نشه دیگه. چون فکر کن تو دوران نوجوانی از خانوادهشون دورن و
و کیلومتر، هزاران کیلومتر از خانواده دورم. ولی میگم خیلی بستگی داره به شرایط و هر خانواده. ولی کاش من جز اون آدمایی بودم که زودتر می‌رفتم. منم دوست داشتم زودتر بیام. خب من یکم راجع به پی آرم صحبت کنم که چجوری اصلا میشه مستقیما با اقامت دائم وارد کانادا شد. یه برنامه‌ای هست به اسم Federal Skill Worker، اگه اشتباه نکنم، که FSW، که قدیم خیلی حالا بر اساس امتیازبندی که داشت، خیلی میتونستن مستقیم امتیازشون رو به یه حدی برسونن، بعد وارد پول میشدن، بعد حالا پرکشی میشد، اگه بر اساس امتیازشون اسمشون در میومد به اون اقامت دائم میدادن و طرف دیگه مستقیما مقیم کانادا وارد کانادا میشد. خب خیلی امتیاز خوبی داره اون آدم، چون که وقتی وارد میشی دیگه نگران اکسپایر شدن ویزات و اینکه در آینده چه اتفاقی قرار برات بیفته نیستی. 5 سال تا 3 سال تو کانادا میمونی و بعد میتونی مستقیما پاسپورت کانادا تو بگیری. ولی خب الان این خیلی کم شده، یکم امتیازهای اقامت خیلی رفته بالا نسبت به چند سال قبل. همین کانادا 3 سال پیش خیلی با امتیازهای پایین ملت اقامت میگرفتن، ولی الان امتیازها خیلی رفته بالا. باید زبان فرانسه خوب باشه، انگلیسی خوب باشه، مدرک دانشگاهی خوب داشته باشی، سنت کم باشه، کلا سخت دارن میکنن دیگه. و اینکه خیلی کم کردن اون برنامه‌ای که از خارج از کانادا به آدما اقامت میدن. بیشتر دولت کانادا الان تمرکزش این شده که به افراد داخل کانادا اقامت بده و میگم باز اون سخت شده. اگه بخوایم یه نتیجه کلی بکنیم برای ایرانی‌ها، سیف ترین حالت ممکن و آسان ترینش همون از طریق دانشجوییه که وارد کانادا بشن، حالا بعدش تبدیل به ویزای کاری کنن و بعدش اقامت کانادا رو بگیرن. دقیقاً، چون که دیگه الان مخصوصا خیلی سخت شده. قبلا خیلی داشتیم که مستقیما با اقامت دائم می اومدن، ولی الان دیگه یه جورایی با اینکه کانادا کشور نسبتا انگلیسی زبانیه، ولی الان خیلی اینجوری شده که چون یه بخشایی توی کانادا وجود داره که به زبان فرانسه هم صحبت میکنن، الان مانور روی اینه که شما باید یه آزمون فرانسه هم بدی، در کنار زبان انگلیسی زبان فرانسه رو هم مسلط باشی تا بتونی اون اقامت رو بگیری. و میگم یه ذره شرایط سخت شده، امتیازها خیلی رفته بالاتر، یه جورایی راحت ترین کار الان دانشجوییه. اما دیگه دانشجویی هم باز به خاطر شرایط ویزا و اینها به این راحتی دیگه ویزا نمیدن، یعنی کلا شرایط اقامت داره رفته رفته سخت‌تر میشه. برای همین اگر که تصمیم دارین مهاجرت بکنین، غالبا هر چی زودتر بتونین کار رو انجام بدین به نفعتون. آره کلا کشوری مثل کانادا که خیلی مهاجر پذیر بودن، کلا کشور بر پایه مهاجرت ساخته شده. الان دیگه دارن کم کم تقریبا ضد مهاجر میشن و دراشون رو روی مهاجرا میبندن با گذاشتن پروگرام‌های، بالا بردن امتیازا و سخت گرفتن برای حالا ویزا دادن یا اقامت دادن. یکم دارن سنگ میندازن جلوی مهاجرا. بخاطر اینکه همونطور که ایمان گفت، اگه واقعا تصمیم دارین خیلی دست نکنید و اینکه سریع برای مهاجرت اقدام بکنید. خب سوال بعدی چیه؟ سوال بعدی اینه که حالا اگه بخوایم تحصیلی بیایم اینجا، بهتره که مستر بیایم بخونیم که میشه همون ارشد یا دکترا؟ خب باز اینجا خیلی بستگی داره به اینکه شرایط شخصیتون چی هستش، علایقتون چیه و چیکار دارین میکنین. ولی یه توضیح کلی من بخوام بدم برای اینکه تفاوت کلا سیستم آموزشی اینجا با ایران رو یه ذره ببینید چجوریه. چون من خیلی دوستان مثلا میگن که اوکی ما بیایم اونجا مثلا پی اچ دی بخونیم، راحت تره، انگار راحت تر میتونیم ویزا بگیریم و بعد حالا پی اچ مون رو میخونیم بعد میریم سر کار. این داستانه خیلی نیست. اتفاقی که میفته توی همه جای دنیا به غیر از ایران، وقتی شما پی اچ دی میخونی یعنی اینکه شما علاقه‌مندی که دکترا بخونی، علاقه‌مندی که کار ریسرچ انجام بدی و علاقه‌مندی که مثلا تیچ بکنی یا تدریس بکنی در واقع. و برای همین خیلی از جاهایی در واقع، خیلی از مشاغل اگر شما بخواید بیرون از دنیای آکادمیک کار بکنین، شما رو صرفا به چشم یک ریسرچر میبینن، خب نه اینکه بخواین کارهای دیگه صنعتی مثلا انجام بدین. برای همین خیلی استقبال نمیکنن از شما برای اینکه برین جاب غیر آکادمیک بگیرین، یه مقدار کارتون سخت‌تر میشه. برای همین باید پی اچ دی اگر که میخونین واقعا علاقه‌مند باشین که توی همون حوزه در واقع آکادمیک و اینها بیشتر بمونید. این البته
توی کانادا خیلی بیشتره، توی آمریکا یه ذره کمتر شده دیگه، الان دارن از در واقع پی اچ دی هم استفاده میکنن توی صنعت، ولی خب میگم نسبتش قاعدتا کمتر از دانشجوهای ارشد و لیسانسی. چون خیلی از مشاغل فکر میکنم اینجوریه که شما وقتی لیسانس داری میتونی اون کار رو انجام بدی و اینجا براشون عجیبه مثلا شما بگی من دکترا گرفتم که بیام همون کار رو انجام بدم. دقیقا مثل ایران نیست مثلا بگن که هرچی مدرک بالاتر بگیری او که بهتره، شما یه کار راحت رو میتونی بهتر انجام بدی. اینجوری نیست اینجا، مدرک بالاتر و از وقت اوور کوالیفای میشی و اصلا به این شغل رو نمیدن. آره دیگه، مثل اینه که مثلا تو برای یه شغلی طرف میگه من کارم با لیسانس و حد اکثر با ارشد کارم راه میفته. مثلا یک آدمی رو میخوام که این مدرک داشته باشه، حالا یک آدمی که دکترا داشته باشه میگه دیگه زیادی برای این پوزیشن خوبه، برای این شغل خوبه و خب نیازی هم نداره که اون آدمو بگیره. و خب کلا توی آمریکای شمالی کسایی میان دکترا میخونن که بخوان استاد بشن یا حالا کارهای تحقیقاتی انجام بدن، یکم دامنه شغلشون محدود میشه کسایی که دکترا میخونن. ولی خب دکترا یه سری خوبیایی هم داره. یه بدیش البته اینه که خیلی طول میکشه، 5-6 سال باید تو وقت بذاری برای دکترات، مقاله بخونی، کار ریسرچ انجام بدی، خیلی سنگینه این دوره کلا. ولی خب یه خوبی هم که داره اینه که تو دیگه دغدغه اینو نداری که هزینه دانشگاه بدی. تقریبا میتونم بگم بالای 90%. میخوام بگم همه، ولی میگم شاید حالا یه سری استثنا وجود داشته باشه. همه پروگرما، اکثر پروگرما اینجا به دانشجوها کامل فاند میدن، پول میدن برای درس خوندنشون. حالا انقدر این پول زیاد نیست ولی انقدر هم کم نیستش که شما دغدغه زندگی کردن مثلا هزینه زندگی رو داشته باشید. و خب این یه دلگرمیه مخصوصا برای ما ایرانی‌ها که قیمت دلار نسبت به ریال اون یک فاصله خیلی زیادی داره. دیگه مثلا آدم‌ها دغدغه ندارن اگه پول نداشته باشیم چی، باید کلی با خودمون پول ببریم. میان اینجا درس میخونن و بابتش حالا پول میدن 2 سال هم زمانی زیاد 6 سال طول میکشه. ولی خب خیلی هم به دکترا واقعا درس خوندن علاقه دارن و دوست دارن برن استاد دانشگاه بشن. ولی خب مستر خوندن درسته دورش کوتاه‌تره، 1.5 تا 2 ساله، خیلی سبکتره، خیلی نسبت به دکترا سبکتره. شما بعدش سریع وارد بازار کار میشین. ولی خب اکثر پروگرام‌های مستر فاند نمیدن. حالا یه سری پروگرام‌ها هستن فاند میدن، اون دیگه بستگی به زرنگی خودتون داره و اینکه رزومتون تا چه حد خوبه که بهتون فاند بدن. امکان داره شما توی مستر فاند بگیرین، ولی خب نسبت به دکترا احتمالش خیلی کمتره. ولی خب خوبیش اینه که سریع وارد بازار کار میشی، بعد از 1.5-2 سال درس خوندن ویزای تحصیلیتون رو تبدیل به ویزای کاری میکنید، سریع وارد بازار کار میشین و سریع هم به اقامت میرسید. دقیقا این داستانه البته توی کانادا هست، حالا شاید بقیه جای آره دنیا شاید یک مقدار متفاوت تر باشه، مخصوصا توی هم پی اچ دی هم مستر و هم از نظر بازار کار. ولی خب توی کانادا آره معمولا پروگرام ها بین 4 تا 6 سال طول میکشه برای پی اچ دی، اما توی مستر معمولا 2 ساله است، حالا 1.5 سال تا 2.5 سال. و یه قسمت خوبی که یک سری از پروگرام های مثلا مستر دارن یا ارشد دارن، اون بحث کوآپی هست که شما مثلا میتونید با صنعت برین یک انگار یه جورایی اینترنشیپ یا کارآموزی مثلا برین توی صنعت مثلا با یه شرکتی کار بکنید. برای 3 ماه تا 6 ماه مثلا میتونید برین با یه شرکتی کار بکنید و اون خودش میتونه یک شروعی باشه برای اینکه شما رزومه حرفه‌ایتون رو هم بسازین اینجا. حالا باز میگم بسته به رشته متفاوته، ولی خب این امکاناتی هستش که میتونه در اختیار شما باشه. حالا راجع به این صحبت کردیم که کلا کدوم خیلی بهتره اینجا شما درس بخونید، ولی سوال اصلی اینجاست که برای ما ایرانیا کدوم راحت‌تر بهمون ویزا میدن، از طریق مستر یا دکترا. دکترا احتمال ویزا شدن شما خیلی بیشتره. حالا 100% نیست ولی احتمال ویزا شدن توی دکترا نسبت به مستر بیشتره. مخصوصا اگه شما مستر مجدد بخواید بیاین بخونید، یعنی توی ایران ارشدتون رو خوندین دوباره میخواید بیاین اینجا بخونید، یکی از سوالای آفیسر اینه که خب چرا میخوای بیای مستر مجدد بخونی و باید یک دلیل قانع کننده ای براش بیاری که چرا اصلا میخوای بیای این درس رو دوباره ارشد بخونی و چرا اصلا این دانشگاه، کلی باید توجیهش بکنی و حتی احتمالی وجود داره که بهتون ندن ویزا. و کسایی که برای فوق لیسانس اپلای میکنن اصولا خیلی بیشترن نسبت به کسایی که برای دکترا اپلای میکنن. خب وقتی که تعدادم بیشتر باشه بیشتر روش حساس میشن، بیشتر پرونده رو بررسی میکنن و بیشتر آدم رو ریجکت میکنن.
البته خب این همیشه صادق نیست، یعنی هستن کسایی که دکتراشون هم انقدر ویزاشون نمیاد که طرف کلا گیواب میکنه و مجبور میشه به کشور دیگه. ولی ما داریم به صورت کلی اینجا میگیم نسبت به دکترا مستر احتمال ویزا شدن شما کمتره، دکترا خیلی سیفتره برای ایرانی‌ها. یه جورایی توی مستر نگاه میکنم ببینم که واقعا شما چه پروگرامی داری وارد میشی و کدوم دانشگاه. اگر که دانشگاه خوبی نباشه، خیلی دانشگاه مثلا معتبری نباشه توی کانادا، این رو معمولا به چشم چیز نگاه میکنن که خب اوکی فقط شما میخواید وارد کانادا بشی و بعد یه جورایی بمونی توی کانادا و اینها، و یه مقدار سخت‌تر ویزا میدن. اما به طور کلی همونطوری که گفتیم یه مقدار شرایط ویزا سخت‌تر شده، حتی برای دانشجوهای پی اچ دی هم ویزا خیلی سخت شد. سخت‌تر شده، مخصوصا دانشجوهای ایرانی. ما روندی که دیدیم توی این چند سال گذشته مثلا توی دانشگاه ما این بوده که تعداد دانشجوهای ایرانی خیلی کمتر شدن و یه بخش خوبیش هم به خاطر ویزاست که نمیتونن ویزا بگیرن. برای همین اپلیکیشن هایی که در واقع بهشون پذیرش داده میشه نمیتونن بیان و ادامه تحصیل بدن توی دانشگاه. آره خب الان تو سالهای اخیر تعداد مهاجرت از ایران خیلی زیاد شده. قبلا مثلا 100 نفر برای یک رشته اپلای میکردن، الان این شده 1000 نفر یا 2000 نفر. خب رقابت خیلی بالاتر شده. فقط یه نکته این ما فراموش کردیم راجع به دکترا بگیم، اینکه بچه‌ها توی ایران شما حتما باید لیسانس رو بخونید، بعد ارشد و بعد دکترا. ولی اینجا اصلا چیزی نیستش، برای دکترا خوندن همون مدرک لیسانس رو داشتن کافیه، یعنی اکثر رشته‌ها اینطوریه. شما میتونید لیسانس بخونید، بعد از لیسانستون مستقیما برای دکترا اپلای بکنید، مثلا میتونید مستر کلا اسکیپ بکنید، کلی هم تو وقتتون خب صرفه جویی میشه. و یه نکته دیگه این که این اتفاق هم میفته، ولی خب حالا این سری شرایط داره، اینکه بچه‌ها میان اینجا دکترا میخونن، دکتراشون رو دوست ندارن، 2 سال میخونن و بعدش میگن که ما دیگه نمیخوایم بخونیم. اگه دانشگاه و استاد موافقت کنه میتونن، شما میتونید پروگرامتون رو دراپ کنید، ول کنید اون درستون رو و بهتون معادل ارشد بهتون مدرک بدن که با همون برین کار بکنید. یعنی یه سری هم هستن این کارو میکنن، ولی میگم خیلی بستگی داره به استاد و دانشگاهی که اصلا قبول کنه. حالا تو میخوایی. به طور کلی هم که کار خیلی اخلاقی نیست این آره. کارو کردن، چون که معمولا اون دانشگاه روی شما حساب میکنه، بعد شما در واقع جای یه نفر رو اشغال کردی اونجا. اما هست به خاطر بالاخره شرایطی که پیش میاد ممکنه واقعا شما نتونی نخوای ادامه بدی، بالاخره شرایط زندگی آدم ها با هم دیگه متفاوته. این امکان توی خیلی از دانشگاه وجود داره که مثلا با موافقت در واقع اون مسئول دانشگاه و سوپروایزرتون و اینها میتونی شما در واقع بگین که من دیگه پیشی نمیخوام ادامه بدم و به من مدرک مستر بدین، مثلا یه تز ساده تر در واقع دفاع میکنین و میتونین مدرک مسترتون رو بگیرین. خوبیش اینه که دیگه بابت اون 1-2 سالی که درس خوندین پولی هم ندادین، حتی یه فاندی هم از دانشگاه گرفتین. حالا من شنیده بودم یه سری پروگرام ها کلیم میکنن و ادعا میکنن یا در واقع میخوان اون پول که به شما دادن رو پس بگیرن، ولی خب توی اکثر دانشگاه ها این کارو نمیکنن دیگه، اون پولی که دادن رو پول سوخته حساب کنن. دقیقاً. حالا ما تو ویدیو بعدیمون قرار راجع به بازار کار کانادا برای حالا چه استاد، کسی که میخوان استاد بشن یا کسی که میخوان وارد صنعت بشن هم صحبت میکنیم. راجع به اینم صحبت میکنیم که اصلا چجوری میشه، چه مدارکی لازمه برای کسی که میخواد حالا دکترا اپلای بکنه یا مستر اپلای بکنه، اصلا باید چیکار بکنه. راجع به اینا تو ویدیوهای بعدی صحبت میکنیم. خب ایمان، یه سوال دیگه که پرسیده بودن و خودمونم گاهی وقتا از خودمون هی میپرسیم گهگاهی، اینکه آیا ما از مهاجرتمون به کانادا راضی هستیم یا نه. البته این کانتکست رو بدم که ما آپشن دیگه ای هم داشتیم. ما همون موقع که میخواستیم بیایم کانادا ویزای آمریکامون هم اومده بود و میتونستیم اونجا بریم، ولی بر اساس تفکری که انجام دادیم تصمیم گرفتیم که بیایم کانادا. حالا دلیلش هم بهتون میگیم. آره خب ما اون موقع که میخواستیم در واقع اون پروسه اپلایی که انجام داده بودیم، چون که برای جاهای مختلف انجام داده بودیم، آمریکا هم پذیرش گرفته بودیم و میتونستیم آمریکا هم بریم، ویزا هم گرفته بودیم. دقیقا اون لحظه تصمیم گیریه به همین نقطه اقامت دائم و اینها بیشتر فکر کردیم که پروسه زندگی بعد از در واقع دانشجویی چجوری خواهد بود و اینها، و به این نتیجه رسیدیم که کانادا یه مقداری این پروسش راحت تره. همونطور که گفتم کسی که وارد کانادا میشه به صورت دانشجویی همراهش میتونه کار بکنه، محدودیت نداری، شما میتونی به ایران رفت و آمد بکنی، مثلا خانوادت بیان،
خیلی راحت‌تر از آمریکا و در نهایت حالا قاعدتا تعداد مشاغل و حقوق‌ها توی آمریکا خیلی بیشتر هست نسبت به کانادا، خیلی. ولی داستان اینه که استرسی که به شما اونجا میده الان هم که تو اوضاع جدید که دیگه این استرسش چند برابر شده، ولی خب در واقع یه جورایی اون پروسه‌ای که شما میخوای طی بکنی که به اقامت برسی و بعداً آیا به شهروندی برسی یا نرسی ریسکش خیلی بالاست. برای همین ما تصمیم گرفتیم که بیایم مهم. کانادا. پروسه سیفتریه، فکر می‌کنم بعد 2 سالم میتونستیم اپلای بکنیم برای اقامت دائم و اقامتمون رو گرفتیم و این خیلی به شما کمک میکنه، بالاخره احساس آرامش بیشتری میکنی، استرست کمتر میشه و خب پروسه زندگی کردن این فراینده فکر میکنم توی کانادا خیلی راحت تره. برای همین من به شخصه از این تصمیمی که گرفتیم راضیم. آره البته خب میگم هر آدمی بستگی به مدل فکرش و زندگی که میخواد خب مسلما تصمیماش هم متفاوت تره، ولی برای ما چیزی که حالا ما بر اساس پروفایلی که خودمون داشتیم میدونستیم همین که وارد کانادا شدیم الزاما نباید منتظر بمونیم تا درس تموم بشه، میتونستیم همون وارد شدیم 1 سال بعد میتونستیم برای اقامت کانادا اقدام بکنیم. اقدام کردیم و تونستیم سریع پاسپورت اقامت هم بگیریم و تونستیم سریع هم اقامتمون رو بگیریم. ولی خب یه سری هستن همچین شرایطی رو ندارن و خب یه سری براشون خیلی مهمه که یه جایی باشن که فرصت‌های شغلی زیادتره. واقعا آمریکا و کانادا قابل مقایسه نیست توی این مورد. کلا آمریکا سرزمین رویاهاست و شما اگه توی شرکتی کار کنید که یه شعبه توی آمریکا داشته باشه یه شعبه توی کانادا و یه شغلی رو داشته باشین، یه شغل ثابتی، حالا همون تایتل شغلی توی کانادا داشته باشین، حقوقتون حداقل مثلا 40% کمتر از شعبه آمریکا هستش. حالا بماند کنار که اونجا دلار آمریکا شما میگیرین اینجا دلار کانادا و خب هزینه ها مخصوصا هزینه خونه توی کانادا خیلی زیادتره. ولی خب میگم چیزی که هست حداقل برای ملیت ما الان کانادا خیلی بهتره. برای ملیت دیگه به نظر من باز بهترین مقصد همون آمریکا هستش و خب روحیه ما یه زندگی خیلی آروم میخواستیم که همین که وارد شدیم دغدغه‌ای نداشته باشیم که اگه این قانون تصویب بشه برخلاف ایرانیا چه اتفاقی برای ما میفته. حتی ما این ریسک رو نکردیم و خب من واقعا بابت این خیلی خوشحالم چون در خودم نمیدیدم که یک جایی زندگی کنم که همیشه استرس این داشته باشم که اگه یه روزی مجبور شم برگردم ایران. الان خب اونایی که توی آمریکا هستن واقعا نمیدونن که خودشون هم اطلاع ندارن که قراره چه اتفاقی بیفته. حالا فکر کنید شما کلی زحمت کشیدین مهاجرت کردین و کلی زحمت کشیدین اونجا درس خوندین و کلی زحمت کشیدین کار پیدا کردین بعد یهو بیان بهتون بگن که بهتون گرین کارت نمیدن پاسپورت بهتون نمیدن یا باید برگردین ایران که امیدوارم هیچ وقت این اتفاق برای کسی نیفته. منظورم اجباریه یعنی طرفو مجبور کنم برگرده ایران یا اینکه دوباره تصمیم بگیرین مهاجرت کنید به یک کشور دیگه. خب خیلی فرآیند فرسایشی واقعا هستش. به این دلیل آره درسته کانادا یکم کشور ملو و آرومی هستش، کلا سرعت زندگی اینجا خیلی سرعت پیشرفت کمتره ولی خب اقامت سریعتر میگیریم نسبت به کانادا و خب ما خیلی از این تصمیممون واقعا راضی هستیم. آره یه جورایی بین در واقع ریسکایی که شما میکنی و کیفیت زندگی توی یه بالانسی تقریبا توی کانادا برقرار میشه، ولی خب توی آمریکا یه مقداری اون ریسکا خیلی زیادتره دیگه. مثلا همین تقریبا زندگی شاید از نظر ریسکی و استرسی خیلی زندگی باثباتی نباشه مثلا، ولی خب از مزایای دیگه ای داره قاعدتا که اگر دوست داشته باشین میتونین اونجا رو امتحان ولی خب الان فکر کنم کلا ایرانی‌ها بند شدن از ورود به کنین. آمریکا. آره الان حتی کانادا هم الان خیلی داره سختگیری خیلی میکنه برای سختگیری میکنه. بخاطر این اگه ورود. میخواین سریع اپلای بکنید برای ویزا، حالا ویزای دانشجویی واقعا خیلی دست نکنید مثلا خیلی نگین حالا من میتونم فلان موقع زبان بخونم. خیلی سریع اقدام بکنید چون که الان یه جوری شده برنامه ها که ماه به ماه عوض میشه و تعداد ایرانیایی که میذارن بهشون ویزا میدن خیلی کمتر میشه. دقیقا. خب ما سوالا رو جواب دادیم، البته چون سوالا مونده که سریای بعد قراره توی ویدیوهای جدا بهتون جواب بدیم. اگه سوالی داشتین میتونید پایین این ویدیو برامون بنویسین یا توی اینستاگرام من برام کامنت بذارین. من میخونم همشون رو سعی میکنم بخونم و سعی میکنیم که بهشون جواب بدیم. مرسی از همگی. مرسی. توی ویدیوهای بعدی میبینیتون. خدافظ. خدافظ.